салом алайкум мардум, салом касоне ки моро тамошо доред. Бар ҳамаи шумо саломатӣ, тансиҳатӣ, хонободӣ. Хуб, дар ин ҷо наворе ки шумо дидестен, аллакай мардум кори худро дар ҳамин гармии ҳаво нигоҳ накарда шурӯъ карданд ба хотири фоидаи мардуме ки 140 хоҷагӣ замини хоҷагии деҳқонӣ доранд ва албатта дар он ҷо ҷамъу гандуму дигар захира барои зимистони худ мекунанд. Албатта деҳаҳо, қишлоқҳо ҳамин аст. хуб, наворо тамошо мекунем, баъдан хоҳем фаҳмид. Салом алайкум дӯстони азиз, бародаро, хоҳарои азиз ва касоне ки моро тамошо доред. Чӣ хеле ки шумо мебинед, инҷа мардум ҷамъ шуданд ва бо мақсади як пул сохтан. Мақсад дар ин ҷоҳо 140 гектар замини хоҷагии деҳқонӣ мавҷуд аст, яъне ки замини ҷаву гандум ва ҳамчунин зағиру нахӯд. و جوانایی که در فدراسیون روسیه بودند در مهاجرت مهنتی خیر کردند و با همراهی چقدر که مبلغ جمع شده بود با مقصدی چی بود؟ با مقصدی همونه که یک پول سازند، یعنی که واضح‌تر بگیم یک کوپروک برای گذاشتن نقلیات ها، برای گذاشتن ماشین های برکش. خب چه خیلی که میبینین اینجا این جوان ها هم همه کار کرده هستند. اینجا همه برای همین آبادی یک باران شدید آمده بود، سیل و اینجا رو خیلی راه اینجا رو ویران ساخته بودند. ما مقصد میناداری خود رو با همون جوانایی که در فدراسیون روسیه هستند خیر کردند و به خاطر ساختن آن همین پول، هرچند پولی کلان هم نباشد، برای گذاشتن نقلیات های بارکش وزنین میتواند کمی هم باشد کمک کند و البته این کاری خیری رو مقصد به خاطر فایده مردم با همراه احمدوف رسول که در اینجا میبینید با کپکای سفید حضور دارد و با این مردمی که در اینجا این حال در کار هستند ماشاءالله میگیم. البته هر دهه رو باید مردمی خودش چکار کند، آباد کند. باید هر یک شهروند، هر یک دهه، شهر، ناحیه خود قصدور است که برای آبادی وطن خود، برای آبادی دهه خود یک کار خیر انجام دهند. البته از ما چیزی نمیرود بجز اون مبلغی که در دیگر جاها صرف میکنیم با همراه مردم دهه باز جمع کرده یک آبادی کنیم برای منفعت مردم و برای منفعت همون راننده‌هایی که از اینجا گذر میکنند خوب میشود. البته بهار است، دیگر در فصل بهار این جاها سال تا سال ویران میشود، باید تعمیر کرد، باید آباد کرد تا برای دیگر راننده‌ها و دیگر تا ضرری کلان نیارد. بعضی مردم انتظار میشوند تا یک شخصیتی کمک کند. برای این باید مردم خود چونه که در اینجا سرجم شدند و چنین جمع شوند با مصلحت یکدیگر، با مصلحت کلان‌ها، با مصلحت رئیس دهه، رئیس ناحیه و همچنین با مصلحت رئیس
یعنی که جماعت یک همه خیلی آبادی کنن فکر میکنم که سال تا سال باز هم آبادتر و زیباتر و خوشتر خواهد شد. خب دوستان عزیز بر همه شما تنسیتی و سلامتی خانه آبادی خواهان هستیم و بگذار خداوند همه غریباری که برای چنین یک آبادی سعی و کوشش و خیر میکنند خیرشان را خداوند از این دیده زیاد گرداند. خب و ما خواستیم این را در یوتیوب نشر کنیم تا که دیگران هم ببینند و فکر میکنم با منفعت آن همه خیلی مردم میشود. برای آن شخصی که خیر کردن سلامتی بردباری در زندگیشون و کسب و کارشون فیض و برکت خوان هستیم. رحمت با همین جوانهایی که در اینجا خدمت کردن، گرمی را گرمی سردی را سردی نگفتن. خوش به حالشون. رحمت بر پدر و مادرشون که چنین فرزندها تربیت کردن. خدا نگهبان همه شما باز یک بار دیگر. خب باید ما خودمان آبادتر و آزادتر کنیم، نه اینکه انتظار شخص شویم که تا آمده آباد کند. مانا نباشین شروع اینار مانا نباشین. رای چی بکنی داری؟ سلام علیکم و رحمت الله برادرای عزیز. اینا امون پولی که علاقه نور کرده بودیم علاقه خدا خواهد تیندم شد اختصید بهترین تشکر به همون جوانایی که همین خیلی کارا از پیش خود نیت میکنن و به انجام میرسونن. احمد رسول و تشکیل کننده کار عبیرف عبدالحی و همچنین سردار گروه ایشانی سیحامیدین بولتای حکمت الله دولت محمد. خوب همین برادرها مقصد پیششون تشکیل کردن، مبلغ جمع کرده و علاقه کار به انجام میرسه انشاءالله. خداوند برکت چونتیا به همون غریبایی که دستگیری کردن مبلغ روان کردن تا برای بهبودی کار. خب با امروی با تشکیل کننده ها مجید و عبدالجلیل عبدالرشید و امیر خان و دیگر برادرها خداوند قوتشون دیاد. میگه تو اگر من ما نشویم هیچ کسم تنهایم، تو اگر تو ما نشوی تنهایی. کاری بسیاری باز دیگر برکت پیشروی انشاءالله که بهترین است. Ciao.